ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بجزایی در تاجیکستان روز 20 دکبر با نشر یک اظهارات از شیوه بازداشت خیرالله میرساییدov روزنامه‌نگار مستقل و رهبر KVN محفل حاضر جوابان تاجیک نگرانی کرده است. خیرالله میرساییدov روز 5 دکبر برای صحبت با دادستانی ولایت سوق دعوت و خود همان روز بازداشت شد. در اظهارات ائتلاف جامعه شهروندی بر ضد شکنجه و بجزایی که یک نسخه آن در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد از حکومت تاجیکستان دعوت شده است که تفتیشات را در نسبت میرساییدov منصفانه انجام داده او را با وکیل دفاع تامین نماید. این اظهارات همچنین میگوید که اگر میرساییدov برای استفاده از حقوق خود به آزادی عقیده بازداشت شده باشد باید فوراً و بچون و چرا آزاد کرده شود. این ائتلاف عین زمان از مقامات دعوت کرده است که پرونده میرساییدov را آشکارا بررسی نمایند و نتیجه های آن را دسترسی عموم گردانند. خیرالله سعیدov روز 8 دکبر از جانب مقامات تفتیشاتی برای نقض 4 بند کدکس جنایی تاجیکستان از جمله برای از خودکنی یا اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساختکاری و دیده و دانسته رساندن خبر بر دروغ گمانبر اعلان شد. اما در این اظهارات ائتلاف ضد شکنجه گفته می شود که در ماده 189 کدکس جنایتی تاجیکستان به طور دقیق پیش بینی نشده است که کدام عمل و حرکت ها می تواند همچون اساس برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی دانسته شود. این اظهارات همچنین میگوید که برنامه‌های دارای ویژگی‌های حجوی و مضحکوی یک از شیوه‌های ابراز اندیشه می باشد و پیمان بین‌المللی دایر به حقوق شهروندی و سیاسی آن را پیش بینی کرده است. تاجیکستان هنوز در سال 1999 این حجت را به تصویب رسانده عهده‌دار شده است که مقررات آن را رعایت نماید.